سلام، سهیل عبداللهی هستم. در این ویدیو در مورد ساخت و نکات مربوط به ساخت بردهای چند لایه صحبت خواهیم کرد. هر لایه از برد شامل یک هسته یا کور از جنس فایبرگلاس، پلیامید یا سرامیک است. اطراف این هسته با اتصالاتی از جنس مس پوشانده شده است. در بردهای چند لایه بین هر دو لایه ماده‌ای به نام پریپلیت وجود دارد که از جنس هسته است و برای اتصال دو لایه به یکدیگر استفاده می شود. تولید برد چند لایه شامل 5 مرحله است. در مرحله اول پس از طراحی PCB برای هر لایه، اتصالات مسی در دو طرف هسته به کمک فوتولیزر برقرار می شوند. در مرحله دوم ابتدا لایه‌های تولید شده را خشک می‌کنیم. برای اتصال لایه‌ها از دستگاه پرس استفاده خواهیم کرد. فلزات مربوط به پرس در پایین و بالای لایه‌ها قرار می‌گیرند. سپس لایه باتم، مواد پریپرگ، لایه‌های میانی به طوری که بین هر دو لایه ماده پریپرگ قرار گرفته باشد و در نهایت لایه تاپ را قرار می‌دهیم. نهایتاً عمل پرس به کمک دستگاه‌های مخصوص و همچنین با فشار معین به طوری که برد صدمه‌ای نبیند انجام می‌شود. در مرحله سوم حفره‌های بیا و همچنین پلیت ترو هول به کمک دستگاه‌های مخصوص روی برد ایجاد می‌شوند. در مرحله چهارم سطح برد به کمک یک پوشش فلزی پوشش دهی می‌شود. و نهایتاً در مرحله پنجم این پوشش مسی به کمک دستگاه فوتولیزیک سطح باتم و تاپ برد ما را تشکیل می‌دهد. نکته جالب توجه در طی این فرایند ویاها میباشند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. ویا چیست؟ ویاها در عملکرد PCB نقش حیاتی دارند. یک حفره ویا یک اتصال الکتریکی بین لایه‌های مختلف PCB است که به اتصال نقاط، چند ضلعی‌ها و پدها در چندین لایه یک مدار برد کمک می‌کند. هدف تولید ویاهای PCB بهبود فضای موجود در برد است. ویاها معمولاً یک حفره کوچک در PCB هستند که از طریق آنها می‌توان به لایه‌های مختلف PCB دسترسی پیدا کرد. ویاها همیشه دو یا بیشتر از لایه‌های مجاور را قطع می‌کنند و داخل آن حفره‌ها با مس پوشیده شده است. بنابراین ویا یک اتصال الکتریکی در جدا کننده لایه‌های PCB ایجاد می‌کند. ویاها کاملا متفاوت از حفره‌های پلیت ترو هول هستند. حفره‌های PTH معمولاً برای اتصال قطعات از طریق سوراخ‌های شیشه‌ای بر روی برد استفاده می‌شوند. ابعادی بزرگتر از ویاها دارند و می‌توانند به اتصال مکانیکی در برخی بردها کمک کنند. انواع ویاها سه نوع دارند: ویای ترو هول، ویای بریج مدفون و ویای بلایند یا کور. ویای ترو هول مرسوم‌ترین نوع ویا است که از تمام لایه‌های برد رد می‌شود و آنها را به هم متصل می‌کند. برای ساخت آن پس از اینکه لایه‌های برد طراحی شده توسط دستگاه فشار به همدیگر متصل شدند، برد نهایی به کمک دریل‌های مکانیکی سوراخ شده و این حفره‌ها با مس پر می‌شوند و در نتیجه تمامی لایه‌ها توسط آن ویا به همدیگر متصل می‌شوند. نوع دیگر ویاهای بلایند یا کور هستند. در این نوع ویاها حفره از یک طرف به سطح برد و از طرف دیگر به لایه‌های میانی منتهی می‌شود. ایجاد این نوع ویاها نسبت به ویاهای ترو هول پیچیدگی بیشتری دارد، اما فرایند ایجاد آنها مشابه است. برای ایجاد ویاهای کور نیز پس از انجام عملیات فشرده‌سازی باید برد نهایی را سوراخ کنیم، با این تفاوت که تمام برد را سوراخ نمی‌کنیم و فقط از سطح تا بخش میانی آن سوراخ می‌کنیم. پیچیدگی ایجاد آن به این دلیل است که اگر برد را کمتر از میزان لازم سوراخ کنیم، اتصال مد نظر برقرار نمی‌شود. همچنین اگر برد را بیشتر از مقدار لازم سوراخ کنیم، اتصال ناخواسته بین لایه‌های برد برقرار می‌شود.
به همین دلیل برای سوراخ کردن از روش‌های دقیق‌تری مانند استفاده از لیزر و یا استفاده از فتورزیست بهره می‌گیریم. آخرین نوع گیاهای مدفون هستند که نه از بالا و نه از پایین به بیرون برد راه ندارند و فقط لایه‌های میانی را به یکدیگر متصل می‌کنند. ایجاد این نوع گیاها بسیار پرهزینه است، زیرا باید تک تک لایه‌ها قبل از اینکه به یکدیگر متصل و لامینیت شوند، این گیاها را روی آن لایه‌ها ایجاد کرده و سپس قرص‌ها را به یکدیگر متصل کنیم و به سراغ ایجاد گیاهای تروهول برویم. حال به بررسی نکات در طراحی و تولید PCB می‌پردازیم. طراحی و تولید PCB برای بردهای فرکانس بالا ملاحظات خاصی را می‌طلبد. به عنوان مثال، باید تا حد امکان از طولانی بودن هر ترک خودداری شود، چرا که باعث افت ولتاژ در ترک می‌شود. تا جایی که می‌توانیم باید مدار فشرده باشد و قطعات از هم فاصله زیادی نداشته باشند. اما این فشردگی مختص به ترک‌ها نیست. نکته مهمی در مورد ترک‌ها این است که در مسافت‌های طولانی، ترک‌هایی که مجاور یکدیگر قرار دارند می‌توانند باعث ایجاد خاصیت خازنی شده و در فرکانس‌های بالا باعث ایجاد نویز و تداخل در مدار ما شوند. اما اگر ناچار بودیم که برای مسافت نسبتاً زیادی تعدادی ترک مجاور هم داشته باشیم، بهتر است پس از مسافت معین فاصله آنها را از یکدیگر بیشتر کنیم تا خاصیت خازنی برای مدار ما مشکل ایجاد نکند. نکته دیگر رگولاتورهای موجود برای PCB هستند که با گرم شدنشان مقاومت ترک‌های اطرافشان را زیاد کرده و باعث افت ولتاژ می‌شوند. به همین دلیل بهتر است در اطراف رگولاتورها ترک‌های زیادی را عبور ندهیم. وجود ترک‌ها به شکل حلقه، پیچ‌های تند و خم‌های یو شکل منجر به تغییر سیگنال و افزایش زمان صعود و نزول آنها می‌شوند. پس بهتر است تا حد امکان ترک‌های ما مستقیم باشند و پیچ نداشته باشند. و به عنوان نکته آخر، سعی شود از قطعات سویچینگ در مدارهای فرکانس بالا استفاده نشود، زیرا باعث ایجاد نویز، تداخل در دامنه ولتاژ و افزایش جریان کشیده شده از منبع خواهند شد. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشد. خدا نگهدار.